سلام بچه‌ها، اومدم بهتون یاد بدم که چجوری یه قلعه بسازیم. البته شبیه برج ولی میشه بهش گفت قلعه. پس با دقت به من گوش بدید تا بفهمید چجوری باید درست کنیم. اول میریم اینجا تو قسمت وسایلا و از اینا برمیداریم. وقتی که برداشتیم میریم آب و مذاب هم برمیداریم و از قسمت وسایل میریم بیرون و بعد از این بلوک‌ها هی میزنیم و میریم بالا تا حدی که دلمون بخواد. ارتفاعی فرقی نداره، یعنی دل بخواهیه. وقتی اینجا رفتیم بالا به اندازه کافی یه قسمتی رو اینجوری پر میکنیم. حالا هر چقدر دلمون بخواد فرق نداره. من دوست دارم کوچیک باشه و شاید یه نفر دوست داشته باشه بزرگ باشه. وقتی این کار کردیم میریم بالاش